آقا کجا میری؟ بفرمایید اینجا قدغنه. بفرمایید مزاحم نشید. بفرمایید بیرون. اصلا این کیه؟ واقعا باریکلا خوش آمد. به قول قدیمی ها میبینی تو رو خدا دار و ندار من فنا رفته، ایشون اومده داره میگه مغازه یکی دو نفر رو دزد زده، اما این همه آدم اومدم برای سلامتی. منم عاشق همچین مردمی هستم. ای کاش لیاقت داشتم نوکری شما مردمو بکنم. شیطونه میگه لیکمش رو بردارم بذارم دهنش نتونه صحبت کنه. به این دزده باید گفت باریکلا ای کاش هر روز مغازه یکی از شما ها رو دزد بزنه تا با هم دیگه تو همینجا آروم باش. من اعصابم اصلا نمیکشه. من برم یه خورده چیز کنم برگردم. من ببین اینجا به همتون قول میدم، قول شرف میدم تا این دزده رو نگیرم و دست بردار نیستم. حتی اگه تو این راه جونم بدم بازم ولکن دزدا نیستم. میگیرمشو تحویلتون میدم. ببخشید ما که جناب عالی رو نشناختیم اصلا. آقا نعمت این چه حرفیه مرد حسابی؟ ببین چطور منو نمیشناسی؟ مرد حسابی تو این شهر همه منو میشناسن. بابا من خیراندیشم، مهندس خیراندیش، پسر خدا بیامرز مش صبرعلی. صبرعلی زغال فروش. آفرین به هوشتون، آفرین به اون ذکاوتت، آفرین به اون سیبیلا و کلان. منو که شناختی باریکلا. بابا ما جدن در جد گلابادی هستیم. یعنی میشه گفت من خودم تو کوچه های خاکی این گلاباد به دنیا اومدم، همینجا. البته تو کوچه به دنیا نیومدم، یعنی خونه‌مون تو کوچه خاکی گلاباد بوده. جمع کن ببینم. جمع کن بساط دو. جمع نشین بریم مغازاتون. جناب سروان، جناب سرکار، بابا بنده مثل این که داشتم سخنرانی میکرد. جناب سروان دارن تشریف میارن، اینجا رو خلوت کنین. جمع نشین. سرکار شما اجازه بدین با این مردم شریف بهتر از اینم میشه برخورد کرد. چرا داد میزنی برادر من؟ با مهربونی از تک تکشون خواهش کن. بیا ببینم من خودم کارمو خوب بلدم. جمع نشین. آجی وای نستا. اصلا من تا حالا اینجوری سلام علیکم. سلام چه علی. آقا کجا میری؟ بفرمایید اینجا قدغنه. نگفتم اینجا جمع نشین؟ جناب سروان مشغول بازرسی ام. بفرما. شما به من چیزی نگفتین؟ من تازه الان دارم تشریف میارم. میگم نامرده عجب داغون کرده مغازه رو. جناب سروان یه چیزی بگم، این کار یه نفر نیست. نه یه تنه نمیشین همه کار کرد. یعنی یه نفر اونم شب این همه کار، نه امکان نداره.
اونا هر کیم بودن آشنا بودن، آشنا. ببینم جناب، تو خودت مشکوک میزنی ها. از کجا فهمیده این آشنا؟ هیچی، همینجوری یک چیزی پروندم، فقط پیاز داغشو زیاد کردم. ولی خداییش خیلی نامرد بودن. آقا اگه نامرد نبودن که دزدی نمی کردم. بابا نامردن که اومدن دزدی. منظورم اون نبود که، منظورم اینه که بی انصاف این گلابادیا یواش یواش داشتن سر و سامون میگرفتن. لاغا صبر میکردی نمایندت انتخاب میشد، به مجلس میرم، بعد میمدی مغازه مردم رو داغون میکردی. بعد میگن چی گفتی؟ میگم آخه ذلیل مرده، این که شغل نیست. برو دنبال یه نون حلال. نون حلال از گلوت نمیره پایین. بیچاره گلابادی‌ها تازه میخواستن یه پلوی بخورن، تازه میخواستن طعم کبابو بفهمن. بیا آقا ما کاشیاس لازم نداریم. بیا عزیز بفرما. اسمت یادم میمونه. بفرما. خانم. بله؟ ببخشید. خواهش میکنم. شما به آقای دکتر گفتین که من کار دندون پزشکی ندارم، از هم بله کلاسیاشم؟ گفتم بهشون. اجازه بدید مریض که کارش تمام شد شما تشریف میبرید. خانم ببخشید. بله. کارشون کی تموم میشه؟ من نمیدونم، گفتم که بهتون اجازه بدید مریض که کارش تمام شد شما تشریف میبرید. شما نمیدونی؟ نه خیر. عجب. خانم ببخشید، من ساعت 7 قرار دارم، یعنی یه جلسه مهمه. فکر میکنیم بتونم برسم؟ من از کجا بدونم آخه، مردم که سوالایی میکنن. دیرم شد آخه. آرش خان سلام. به عجب از این برا. سلام. خوبی؟ چطوری آقا؟ حواسم نبوده. ببخشید. بفرما. خانم فامیل ماست. بفرما. بفرما. خیلی هم خوش اومدی. فدای تو. سرم من همیشه با این مشکل دارم ها. فکر کردم قول و قرارمون یادت رفت. نه بابا، سرتون گرم مریضاتون شده. نه من یادمه، هر جا خوب شد بگو. آفرین. چه مریضی؟ صبر کن. بسته؟ نه صبر کن. الان راحتی شما؟ بخوابی؟ راحتی؟ نه اینجوری من راحت نیستم. صبر کن. نه زیاد شد. آره خوبه. الان خوب شد. دهنتو واکن. مگه ممکنه که من خاطرات دبیرستانو فراموش کنم؟ تو کم پیدایی یا من؟ والا چی بگم، بیرون از گلاباد مشغولیم دیگه. این روستا اون روستا، این جاده اون جاده. اسممونم گذاشتن مثلا مهندس عمران. میبینید دیگه کارگری هم میکنیم. ببینم حالا تو چرا ازدواج نکردی؟ نمیخوای قاطی مرغا بشی دیگه؟ آره یه چیزی تو این مایه ها. اینو نگهدار آرش. این قضیه انتخابات گلاباد هم تموم بشه کار منم تموم میشه. تو مراحل آخرشه. مگه تو هم شرکت کردی؟ من نه بابا. آرش این دست تو چی کار میکنه؟ شما دادی؟ نه بابا اینا استریل شده است. اگه ببینم برای این دست شما چی کار میکنه؟ شما بفرمایید بشین من الان میام. بفرمایید. دهن رو واکن. همینطوری بمونه من میام. ارادتمندم آقای دکتر. تو هم ثبت نام کردی؟ آره منم ثبت نام کردم. نه بابا خودت گفتی؟ نه بابا من نگفتم. یعنی من چپ شنیدم؟ کی منو میشناسه بهم رأی بده؟ من تلفنی هم عرض کردم خدمتتون.
جناب مهندس جلودار از آشناهای دور ماست، ایشون ثبت نام کرده. منم اونجا بهش قول دادم این کارهای ستاد و تبلیغات و اینجور چیزا رو همشونو یه جا براشون حل کنم. خیلی هم عالی. مهندس جلودار مهندس چیه؟ آقای مهندس جلودار کشاورزی نه کشاورزی نیست، پروریه. یا یه چیزی تو این مایا. بابا مهم نیست، اون به من میگه مهندس، منم به اون میگم مهندس. حالا این وسط من چه کاری میتونم براتون انجام بدم؟ همه تو این شهر میدونن که حاج کمال و خانواده‌اش یه حرمت خاصی. ممنونم، شما لطف دارید به من. واکن آها ببخشید. کاندیداها همشون میدونن که اگه یه نفر از خانواده حاج کمال ازش حمایت بکنه چی؟ میشه به انتخابش خیلی امیدوار شد. یادتونه تو دبیرستان میگفتیم تو گلاباد میخوام یه کلینیک دندون پزشکی بزنم؟ بازم میخوام. آره چرا که نه، یکی از آرزوهای قلبیمه که نمیدونی که مونده تو اینجا. اون آقا مثلی که درد میکشه. آره یه دقیقه آرش جان ببخش، الان میام. آره بفرمایید. خسته نباشی حاجی. ممنون، شما هم خسته نباشی. ماشاءالله حاجی، دود از کنده بلند میشه. حاجی همونطور که گفتم صحبت خالی کردن میدون نیست. صحبت اینجاست که نماینده شدن برای گلاباد کار آسونی نیست. جماعت خواسته های به حقی دارن، انتظار دارن پای نماینده به مجلس که رسید همه اونا فوراً حل بشن. اینجا یه کار واقعا سخته. آقای مهندس اصلا هم اینجور نیست. درسته اینجا زمانی که تابع بلبل آباد بود بهش خوب نرسیدن، منتها قرارم نیست که وقتی نماینده مستقل داشته باشیم ایشون یه شب اینجا رو تبدیل به بهشت کنه. آخه انصافاً که نماینده همه کاره نیست. عرض منم همینجاست. زمان بخشداری بنده هم با کمک شما هم با کمک مردم سعی می‌کردیم خیلی کارا انجام بدیم. البته الانم کلی کار میشه برای گلابادیا انجام داد. بله. اما نمایندم قطعا اونقدر دست و بالش باز نیست که تا پاش رسید به مجلس با یه بودجه کم خواسته های اونا رو برآورده کنه. ببخشید حاجی. آها این نورم تنظیم کنم. دهنتو واکن. اینم نگه داشت. خب من ضربه میزنم ببین هر کدوم درد گرفت تو بهم بگو. خب ببین اینه ببین این یکی چطور، اون یکی اونی که اول زدم درد گرفت. آها واکن. خب آرش جان میگفتی. خلاص این که شما با ما را بیا یه کاری بکنی، این مهندس بره مجلس، اون آرزوی شما به گردن من گردن میگیرم. والا من خودمو در این حد و اندازه ها نمیدونم. بابا تو بزرگتر از این حرفایی، خیلی بزرگتری. اینو بده به من. اجازه میدیم به من؟ خواهش میکنم آرش جان. قربونت برم، خیلی خوشحال شدم. منم خوشحال شدم. ممنونتم. شما ببخشی که دستم بنده. آقای دیگه. قربونت برم. میبینم. خداحافظ. خب اینو نگه داشت. دهنتو واکن. این درم بزن ببینیم چی میشه.
خبرتونه؟ اومدم. سلام علیکم. سلام علیکم. خونه نعمت گله‌دار اینجاست؟ بله بفرمایید. چی شده؟ خودشون کجا؟ خونه‌ان؟ بله یعنی خیر، رفتن نونوایی نون بگیرن. الان میاد. از کدوم نونوایی نون میگیرین؟ چطور مگه؟ چی شده؟ مگه نعمت چی کار کرده؟ تو پاسگاه مشخص میشه. فعلا هیچی معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ رفته از مغازه طلا فروشی‌ها دزدی کرده. نعمت گله‌دار. نعمت نه، شوهر من این کار نیست. همشیره نگران نباشین. فعلا چیزی معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ گفتم که خواهر دزدی کرده. خدا بگم چی کارت کنه نعمت. آخه این چه کاری بود کردی؟ کدوم طلاها؟ چه خبره اونجا؟ الان میاد. اون آهاشش داره میاد. خدا بگم چی کارت کنه. آخه این چه کاری بود کردی؟ سلام سرکار. چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ بابا زشته، چرا پیرهن تو اینجوری کردی؟ از پیرهنم شکایت کردن؟ این چه خاکی بود که به سر ما ریختی؟ مگه ما داشتیم از گرسنگی میمردیم که رفتی به خاطر ما دزدی کردی؟ فعلا که چیزی معلوم نیست. نونا رو بده، رابیو ببینم. بابا کدوم دزدی؟ کجا؟ کی دزدی کرده؟ به منم بگین آخه دقمک شدم آخه، بیچاره‌ام من، بگین. فعلا چیزی معلوم نیست. تو پاسگاه مشخص میشه. حالا من جواب بچه‌ها رو چی بدم خدایا؟ اون ضبط صوت رو بده به خانومه. نه امکان نداره، من هر جا برم اینو باید با خودم زندان ضبط صوت ممنونه. زندان؟ زندان؟ بله. ای وای زندان. چه زندانی سرکار؟ روزای ملاقاتش کیه؟ از ساعت چند شروع میشه؟ ای وای میبینی چی کار کردی؟ مسیرش اتوبوس شرکت واحدم داره که من بیام ملاقات فعلا چیزی معلوم نیست. تو پاسگاه مشخص میشه. به ارباب خاک آقا من از هیچی خبر ندارم. به قرآنم میتونم براتون قسم بخورم که من هیچ کاری نکردم. چیز کن، تو برو پیش حاج کمال، قضیه رو بهش بگو، خودت هم زود برگرد تا بچه‌ها دم در نمونن. از اون کاست و ضبط صوتم مراقب باش، بچه‌ها خرابش نکنن. اگه برگشتنی دیدم برای کاسته یا ضبط صوت اتفاقی افتاده، من دیگه قاطی میکنم، یعنی خون به پا میکنم. عیبی نداره، تو نگران نباش. ایشالله که به سلامتی از زندان آزاد میشی و میای یه گوسفند قربونی میکنیم. یا دست درد نکنه، متوجه شدم. تو این پاسگاه همه چی معلوم میشه. یا الله. منو؟ چه عجب؟ کی شکایت کرده؟ هیچ اشکالی نداره. تو اصلا نگران نباش. مسئله همونیه که دیروز گفتم. اون هنوز زخمش تازه است. خب بهشون میگفتی کجا؟ خودشون اومدن. فعلا خداحافظ، تماس میگیرم. حاج کمال اومدم منو ببرن. بله. سلام علیکم. علیکم سلام. سلام. خسته خوبه نباش. انشالله. فکر کنم آج خانم بهتون اطلاع دادن. بله در خدمتم. خود شادوزده رو گیر انداختی. مگه از ایشون شکایتی شده؟ بله زرگرا شکایت کردن که مسبب اصلی ایشونه. چرا؟ چیکار کردن مگه؟ بازار ساختند، شهرمون آباد کردن. به خاطر اینا؟ نه خیر، ایشون متخلفن. پارکینگ رو تبدیل کردن به بازار. باش. آج آقا به هر حال متاسفانه ایشون شاکی خصوصی دارن. لازمه که تشریف بیارن پاسگاه. عیبی نداره، شما بفرمایید، منم خودمو میرسونم. خداحافظ حاجی. بفرمایید مهندس. خدا. هر کار بشیم بریم. بفرمایید. را بیافت بریم. دست شما درد نکنه. سلام علیکم حاج کمال آقا. مشکلی پیش اومده؟ چی؟ مثل این که نعمت بازداشت کردن.
بیا جلو ببینم. اسمت؟ نعمتم. اینجا کلانتری ها، خونه خاله نیست که تیکه میندازی. هرچی میپرسم جوابشو بده. اسمت؟ فرداتون بشم. نعمتم. یه اینجوری کن. سرباز غلامی. بله قربان. دیدی؟ منم نعمت خودم. من گفتم اسمتو بگو و الا میری بازداشت. مگه من چی گفتم؟ تو شناسنامه اسمم نعمته. پسرمون نعمتم بهم میگن. آها، پس اسمت نعمته؟ بله، نعمت گله‌دار. من شغلتو پرسیدم. از که گله‌داری؟ گله‌دار نه، گله‌دار فامیلی مونه. یعنی گله‌دار نیستی؟ نه ما اصالتا داروغه ایم. الان بهش میگن سرایدار. آها، پس نعمت گله‌دار که سرایداره. غلامی تو میتونی بری. چشم قربان. هر شب کجا بود؟ مثلا ساعت چند؟ 1 2. جناب سروان، اون موقع میشه نصف شب. اون موقع من خوابیده بودم. میتونی ثابت کنی؟ چجوری آخه؟ چشام بسته بود، دراز کشیده بودم. اینو چجوری میشه ثابت کرد؟ حالا اونو بیخیال. چند مدت از کار اخراجت کردن؟ 3 ماهی میشه. لعنت به باعث و بانیش. چرا؟ مگه چیکار کردی؟ من چه میدونم. از بساط یه نفر چند تا سرخاب سپیدا گم شده. بعدشمون ابی بزرازو که همه میشناسن. هر وقت بری مغازهش 5 متر چلواری برا کفن نمیتونی پیدا کنی. حالا رفته همه جا چوه انداخته که 5 تاقه چادر مشکی خارجی مو دزدیدن. خدا به تو هم لعنت کنه. ببخشید، الان 3 ماهی که بیکارم. پس سابقه داری؟ نه اونا که نمیگن من وسایلشون رو دزدیدم. میگن زمان سرایداری تو وسایلمون گم شده. الان میدونی کیا از تو شکایت کردن؟ خب معلومه. حتما طلاهای اینا رو من دزدیدم. نه، سرایدار جدید از تو شکایت کرده. چی گفتین؟ از من؟ بله. اونا نون من و خانواده‌مو بریدن که هیچ، رفتن ازم شکایتم کردن. چه شکایتی کردن؟ جناب عالی رفتین 3 4 تا دزد اجیر کردین به قول خودمون. برن بازار دزدی کنن تا اونا بدنام بشن. منو گفتم؟ شکایتشون اینه. من واسه نون شب خودم و بچه‌هام محتاجم. پولم کجا بود یکی رو اجیر کنم بفرستم دزدی؟ سرباز غلامی. بله قربان. ایشون برن بازداشتگاه تا پروندهشون تکمیل بشه. برو آقا. چشم. بفرما. بابا اقلا یه اتهامی بهم بزنی که بعدم به مردم نخندن. شما چرا چیزی نمیگین؟ بفرما. آقایون لااقل شما یه چیزی بگین. شما که منو میشناسین. من اون کاره نیستم. جناب سروان. آقا ولی میگم جناب سروان نمیتونه کار این باشه. این آدم بدبختیه. از هیچی که بهتره. بذار بره بازداشتگاه. مهندس سوامی رو بردم قربان. بیارینش تو. آوردمش. کیه؟ بله الان میام خدمتتون. دخترم ببین کیه. به به سلام هانیه جان. سلام. خوبی؟ سلام. منم عاطفه. سلام حاج خانم. عاطفه؟ بله. نشناختی؟ نه به جا نیاوردم. بابا از بلبل آباد برمیگشتیم کنار هم نشسته بودیم. من از خواستگارام میگفتم. چقدرم خوش گذشت. بله
بله حالا یادم افتاد. ماشاءالله چقدر اون روز خرید داشتیم. آرزوهای قشنگی هم داشتیم. حالا واقعا به خواسته هاتون رسیدین؟ نه میدونستم. اون روزم روم نشد بهتون بگم. مثل اینکه شما زیادی تو رویاهاتون زندگی میکنین. حتما هرچی با آقا دوماد میگه نه. آره؟ نه خیر خانم، کسی به من نه نگفته تا حالا. اما خب واقعیتش تا حالا خواستگار خوبی نداشتم. ایوا چرا؟ ایشالله پیش میاد. ایشالله. با من امری داشتیم. خواهش میکنم. عرضی داشتم خدمتتون. هانیه جان میتونم 5 دقیقه وقتتون رو بگیرم؟ البته اگه از آقایون کسی نباشه. نه کسی نیست. بفرمایید. خیلی کار مشکلیه والا، واقعا مشکله. دیگه مثل قدیما نیست. الان حرف گوش نمی‌کنن که. الان وقتی چیزی بهشون میسپاری به جای این که بگن چشم حتما خیلی راحت میگن نه. البته واقعیتش مهندس جان بعضیاشون میگن آره، اما بابا من که کار مفتکی نمیخوام. از صاحب مجلس هر چقدر که گرفتن نوش جونش. خب منم بعدن باشون حساب جداگونه میکنم. کار سختی هم که نیست. یه بار وقتی وارد مسجد میشم خیلی مقدم میگن، اسمم رو اعلام میکنن. یه بارم موقع بلند شدن تقدیر رو تشکر میکنن. و سلام تموم شد. حاجی تا قیامت هم که نمیخوام. فقط یه هفته تا انتخابات خلاص. سعیمو میکنم. باید با یکی دوتاشون صحبت کنم ببینم چی میگن. آخه آقای مهندس اینا همشون هم پولی نیستن که. صمد آقا من شمردم. ببین تو این گلاباد ما 11-12 نفر بیشتر مداح نداره. از این 11-12 نفر فقط 5 نفرشون هم قبول کنن بحثه دیگه. میخوام چیکار؟ خیلی خوب، ولی این حرف بین خودمون باشه. اینا حرفایی نیست که بشه همه جا گفت. مهندس میدونی چرا؟ چون مردم نسبت به من یه موقع بد فکر میکنن. ببین منو مگه با بچه طرفی؟ مردم بدونن که اصلا فایده ای نداره. اینو من خودم میخواستم به سفارش کنم. خیلی خوب، ببینیم چی پیش میاد. حاج خانم، هانیه خانم، یه چیزایی هست که باید بهتون بگم. واقعیتش یه بحثی که منو درگیر خودش کرده بحث پیشرفت گلاباده. به خاطر همینم خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که من باید دنبال 2-3 خانم باشم که کار بلد باشن. خودتون که بهتر از من میدونید به آقایون که نمیشه اعتماد کرد. آخه کاری هم از دستشون بر نمیاد. بعدشم من الان بیکارم. فردا دیدی موقعیتی پیش اومد و من رفتم. اون موقع گلاباد چه بلایی سرش میاد. بعدش تصمیم گرفتم که باید نماینده شم و از تمام خانم‌های گلاباد خواهش خواهم کرد که با من همراه شده و دست به دست بدن و منو انتخاب کنن. منم وقتی انتخاب شدم به تک تک اونا یه شغل مدیریتی مهم محول خواهم کرد. به خاطر همین خدمت رسیدم خانم. خواهش میکنم. فکر بدی نیست. والا من اهل سیاست نیستم. دنیای من فقط گالی عاطفه جان. الان هم که تشریف آوردین چشم. یه رای من دارم، یه رای هم مامانم که مال شماست. اونم قابل شما رو نداره. خب دخترم چند سالتونه شما؟ من 30 سالو تموم کردم حاج خانم. ماشالله ماشالله دخترم، خدا حفظت کنه. ولی هانیه جان من به 1-2 رای نیاز ندارم. من فکرای خیلی بزرگی دارم خانم. مثلا چه فکرایی؟ راستش خودتون میدونین، یعنی هممون میدونیم که حاج کمال آقا توی این شهر یه شخصیت معروفیه. اون یکی کاندیداها هم میدونن که ایشون از هر کسی حمایت کنه انتخاب شدن اون نماینده قطعیه. شما لطف دارین، امرتون رو بفرمایید. من از حاج خانم و شما میخوام یه قول بگیرم که هر دوتاتون تو این روزای تبلیغات منو تنها نذارین. بله. یکیتون هر روز تشریف بیارین 3 تا 2 از من برای خانمایی که اونجا جمع میشن تعریف و تمجید کنین. منم قول میدم بعد انتخاب شدنم در خدمتتون باشم. مثلا چه خدمتی؟
مثلا این که من به شما وام بزرگی میدم بدون بهره. البته بعد انتخاب شدن، اما اون موقع شما میتونین کارگاه قالیبافیتون رو توسعه بدین. چی از این بهتر؟ با یه تیر 2 تا نشون میزنیم. خیلی عمالی. هم یه همچین خانم با شخصیتی میشه نماینده. تو هم با آرزوهات میرسی. یه عمر حسرتشو میکشی دخترم. خب دخترم، تحصیلات شما من مهندس عمرانم حاج خانم. ماشالله ماشالله، سلامت باشی. خب چی میگی؟ اگه نظر منو میپرسین من میگم مبارکه. حالا ببینیم نظر داماد چیه. کی حاج خانم؟ یعنی باباش عبدالکریم به اون چوب دستی دست میزد خون به پا میکرد. به من گفت که نعمت اون چوب دستی منو بیار. خدا بیامرز چقدر خاطر منو میخواست. آقا این حرفا رو چرا به ما میگی؟ به بازاریا میگفتی، خب به ما چه ربطی داره؟ فکر میکنید نگفتم؟ گفتم. اما بابا کو گوش شنوا. اونی که این وسط جیگر منو خون میکنه ابی بزازه. تو مغازه اون سمت چلوار واسه کفنی نمیتونی پیدا کنی. دیروز اومده به همه گفته 5 تاقه چادر مشک خارجی مو دزدیدن. آی توف تو ذات پوف. بابا تو رو خدا پاشی صحبت کنیم دیگه. آقا این چه وضعیه؟ من با شما دارم حرف میزنم، با پاهاتون که نه. آقا نعمت با زمانه تازه شدی، بیا بیرون. آی الهی که فدات شم. خودکار داری سرکار، یه لحظه بده به من. در و دیوار ننویسی ها، قدغنه. بابا من که سواد ندارم. مثل یه مرد با هم نون و نمک خوردیم، هر کدوم یه امضا پاش بندازین. بیا ببینم سرکار دزدا پیدا شدن. نه گفتم که با زمانه تا آزاد میشی، بیا. پس یه لحظه وایسا این پیرنمو درست کنم بریم. آها حالا بهتر شد، بریم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام قربونتون برم. بشینی شرمندم نکنی. بیا انگشتتو بزن اینجا. چیه جناب سروان؟ بعدم میفهمی. نعمته گله‌دار سرایدار. بیا جلو ببینم. حاج آقا کمال ضامنت شده تا پایان تحقیقات تو آزادی. اما هر لحظه که احضارت کردیم به پاسگاه، هر کجام که باشی 2 ثانیه‌ای میای پاسگاه. متوجه شدی آقا نعمت؟ بله به روی چشم. خدا به حاج کمال عمر با عزت بده. ایشون همیشه تو کارهای خیر پیش قدم. انگشتو بزن اینجا محکم. یکی هم اینجا. به آراییم دستت درد نکنه. یکم بیشتر کوتاش کن. جون من کوتاش کن. نزبولم به من. شرمنده مقدور نیست. چرا؟ 1-2 هفته دیگه باید بازم بیا یا نه؟ ما هم زن و بچه داریم. آره دیگه، هر کسی سیاستی داره، اینم سیاست سلمونی هست دیگه. راست میگی عمو پولاد. با سلمونیا و نونواییا یکی هم قهوه‌چیا نمیشه تا کرد. میگم آقا رحیم، خبرها زودتر به تو میرسه از این نامزدای انتخاباتی که خبری نداری. من خودم هرچی میدونم از مشتریای مغازم شنیدم. مثلا کیا رو شنیدی رحیم آقا؟ شنیدم یکی از بازاریا ثبت نام کرده. بله من اون اسماعیل تلفروشه رو میگم. آها اونی که تازگی ها دکونشو دزد زده بود؟ برادر خانوم اونه. نه بابا. آره خودشه. پاها موسی اکبری رو میگی؟ اون که خیلی وقت از گلاباد رفته. باز زمان انتخابات رسیده دوباره پیداش شده. دیروز واسه اصلاح اومده بود اینجا، میگفت دکتر شدم. دکتر؟ پس این دکتر تا حالا کجا بود؟ اگه فردا اومد رأی مردم رو جمع کرد و در رفت، ما از کجا پیداش کنیم؟ کجای کاری عمو؟ چی و دکتر؟ تهشو بگیری دیپلمش هم نداره. تا اونجایی که من میدونم اون موقع برکنارش کرده بودن. تو دیگه این حرفو نزن آرهیم، اونو انداختنش بیرون. چی میگی تو؟ یه زمانی تو این بازار پول مردم رو بالا کشید، الان هم رفته واسه ما دکتر شده. بیچاره گلابادیا، بشنون که دکتر شده همشون بهش رأی میدن. اینجوری هم نیست. الان جماعت دیگه مثل قدیما نیستن. درسته. الان دیگه این جماعت 2 تا 4 تا میدونن چند میشه. اصلا مهندس نباشه پارا پاسار باشه. یه دستی هم به طرف شاگردم بکش و برم. الان
آقای مهندس، از قدیم گفتن طلا که پاکه چه منتش به خاکه. شما مگه چقدر تو باسگاه بودین که از چش مردم بیافتین؟ تازه نباید به این حرفا اهمیت داد آقای مهندس. حاج کمال آقا، طلا فروش ازم شکایت نمی کنم. کسی که اونا رو تحریک میکنه اکبریه. والا همه اسناد با مدارک و صورت جلسات و بایگانی بخشداری موجوده. طرح‌ها مشخصن، هزینه هاشون هم مشخص. هزین گذشته تغییر کاربری اماکن ساخته شده از کارهای معمولی شهرداری‌ها و بخشداری هست. حالا که من بازنشسته شدم کسی نبودی که بره دنبال کارا و پیگیرشون بشه. پرونده ها بلا تکلیف موندن. اسناد بازاریام هنوز صادر نشد. اگه خدمت من تموم نشده بود الان همه سندا رو داده بودم. من میگم تا وقت رسیدگی به شکایت انتخابات تموم شده و نمایندم انتخاب شده. منم هر کجا که لازم باشه میام و شهادت میدم که این تغییر کاربری به خواست مردم بوده. در ضمن مردم گلاباد فقط به شما اطمینان دارن و به شما رأی میدن. علاوه بر اینا رأی حاج میرزا علی هم با شماست. میگم اسماعیل، این حاج کمالو چی کارش کنی؟ حالا اومد فردا پس فردا که تایید صلاحیت ها اعلام شد، اگه تمامی اینو چند روز با خودش اینور اونور ببره و بچرخونه که دیگه کار ما ساخته است. اینجوری هم نی. این جماعت عقلشون تو چششون. کافیه 2 جلسه قرص و محکم حرف بزنید دیگه همه رأیا مال توه. تازه بین همه نامزده فقط تو یکی دکتری. البته والا نمیدونم این دکترات هم کی گرفت. آقا جون، من درسمو تو پایتخت تموم کردم. نه تو دلت میخواست من جار بزنم که های مردم من دکترا میخونم؟ آره؟ بعدشم حرمت 30-40 ساله رو نمیشه با 1-2 سخنرانی جابجاش کرد. ما باید به هر وسیله‌ای که شده، زورکی هم شده، خود حاجی رو یا یکی از اعضای خانواده‌اش رو با خودمون یه جوری همراه کنیم. والسلام. بابا ول کن حاجی رو، کبابا رو بیار. آوردم عجب کبابایی شدن. بخورین تا سرد نشده، دستم درد نکنه. تو فردا قراره بری کلانتری دیگه؟ آره. جناب سروانه میگفت انگاری به یه چیزای تازه‌ای رسیدم. نمیدونم، برم ببینم داستان چیه. فامیلی ما و حاجی میترسم کار دستمون بره. یعنی به ضررمون تموم شه. چی بگم؟ تو برو برگرد، فردا یه سر بریم حاج کمالو ببینیم. نظرت چیه؟ باشه، بریم دیگه. راستی تو به من گفتی رعنام گیره شده. من الکی رفتم ثبت نام. بابا من کجا و نماینده یه شهر کجا؟ من زندگیمو نمیتونم بچرخونم، چه برسه به این شهر بزرگ. تو انتخاب شو، به فکر چرخوندنش نباش. سلامتی پدرزن و برادر خانم و باجنام و کلیه اهل فامیل مخصوص میخوام یه دهان واسهتون بخونم. در این دنیا کسی بیغم نباشد، از خودمون میبینیم دیگه. مشوسف تو هم گرفتار اونایی دیگه. در بالا لوتی yoksul olmasın. Aziz, dadaş. Yoksulluk elde yamalıdır. من امروز قاطی اما ریش سفید و سیاه حالی نی. بیده تو قربون، اگه بخوای نمیخونیم، شرط داره، خودت بهتر میدونی دیگه. نخون لامصب، نخون بابا. مگه لوچی بهت نمیگه نخون؟ به تو که من گلابادو دادن دست لالوچی ها، نخون دیگه لامصب. نخون جون ننت، نخون دیگه. گلابادو فروختن، نخون. اگه الناس
شما شاهد باشید. من مرد مردونه با این گل پاک لوتیم خواستم این شهر رو بسازم. نذاشتن. نذاشتن. گلاباد بدبخت شد رفت. نخون. گلاباد دیگه درستشو نیست. نخون. نه لوتی نخون. عبیدتو قربون اگه بخوای نمیخونیم دیگه. در بالا لوتی زیر بار زور نمیره. لوتی جونشم بره حقشو میگیره. من لوتی هم داشت. لوتی که قاطی کنه یه بابیلای میشه. بیا ببین اونا منو نشاختم. به من میگن کریم سیبی. در بالا جهان دار. نخون بابا. لذت حاله صدای خوبی داره این کریما، مخصوصا وقتی که داد میزنه. شما انگشتتو بده به من. میگم بهتر نیست کریم سیبیل جای عربده کشی همون بره. چی کار میکنی نه من؟ عمو پولاد نلرزون خراب میشه. بابا دست خودم که نی خودش داره میلرزه. میخوای انگشتو بی خیالشم خود انگشت رو ببری. یواش بابا یواش. بسه دست درد نکنه. خب منم همین رو میخواستم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا